Onunla yakın sağlık seneden برای تاریکی قلب یعنی قلب سیاه شده یعنی ما حس میکنیم که گوش میکنیم چی میکنیم تاثیر هم چیکار کنیم دارم. برای ترک یا تازه کردن قلب های زنگ زده اولین کار توبه برای آنکه سببگار آمدن این بلا و این بلای دینی هست، مصیبت دینی هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم در ضمن دعاهاشون میگفتن که ولا تجعل مصیبتنا فی دینینا، مصیبت ما رو در دین ما نگردان. مصیبت اگر در دین باشد این واقعا مصیبت است. بنابراین سبب آمدن این بلا به سر شما گناه است. اون گناه های جستجو میکنید بین خود و بین الله تعالی. اگر نیابید جملتاً توبه میکنید، خاصتا بین خود و بین خلق. شاید یگان ظلمی کردید، شاید یگان حقوق کسی را پایمال کردید، همانها را حلال میشوید. یعنی اگر حق کسی را پایمال کرده باشید از وی حلال میشید، یعنی بخشش میپرسید یا حقش را به خودش برمیگردانید و عموما توبه میکنید و استغفار و ذکر میکنید و از الله تعالی دعا میکنید که قلب مرا کشا. ولی گناه سبب میشد که آدم سخن الله میشنود، دیگرها از همین سخن عبرت میگیرند، به لرزه میآیند، گریه میکنند، قلبهاشون میترسد، لیکن از آن شما هیچی نمیشد. این عیب از شما هست. اما اگر مثلا یک گوینده گپ زند و به آدم ها تاثیر نکند، به هیچ کس تاثیر نکند، عیبی گوینده هست. لیکن به هر حال آدمی که دلش میترسد، قلبی خاشع دارد، که پیامبر صلی الله علیه و آله من قلب لا یخشع، از قلبی که نمیترسدم پناه جستم. ای الله من به تو پناه میطلبم از علمی که فایده نمیدهد، علم لا ینفع، از علمی که بی فایده است، علم دارد ولی فایده ندارد، از این گونه علم ها پناه میطلبم. و من قلب لا یخشع، از قلبی که نمیترسد. و من دعاء لا یسمع، از دعایی که شنیده نمیشد، یعنی قبول نمیشد. من از اون دعایی که قبولی درگاه الله نمیشد به تو پناه میطلبم. بنابراین از جمله آنها از قلبی که نمیترسد. بنابراین وقتی قلبتون نترسید، این بلا هست. اینا باید اول توبه کردن در کار از صدق. وقتی که توبه کردید انشاءالله گناه گذشته ها بخشیده میشد. وقتی که گذشته که بخشیده شد، بعد صحیفه نو میکشید. بعد توبه انابت بکنید. انابت این که این کارهایی که نمی کردید اون کارهای زیاد میکنید. کارهایی که پیش از توبه نمی کردید از عملهای صالح اون زیاد میکنید. بعد کوشش میکنید بسیارتر قلب آدم به شناختن الله تعالی و شناختن دینش گشاده میشه. انشاءالله بخیر است. الله سبحانه و تعالی این مهری که در قلب شما هست، این زنگی که هست، گشاده گرداند. آمین یا رب العالمین.